همینطوری که شاهزاده فرمودن ما باید فراموش کنیم اینکه این تفکر اینکه شهید درست کنیم و شهید پرور باشیم. من باید زنده باشم که برای کشورم کار کنم. این تفکر احمقانه و داعشی جمهوری اسلامیه که فقط به فکر اینه که از مردم و از جوونا شهید درست بکنه. بله اون زندهش خوبه. دقیقا همینه. ما باید زنده باشیم. همه شما که اینجایین سرمایه هایی هستین که قیمت ندارین، به خاطر اینکه کلی تلاش کردین، توی زمینه خودتون متخصص شدین. الان ایران به همه شما احتیاج داره. ما کردا به اندازه بقیه قوم‌های ایرانی ایران دوستیم، عاشق ایرانیم. ویژی کردستان، ویژی کردستان، ایران. اینو بگم تمام ایران سرای منه، اما وقتی که میگن کردها جدای طلبن، فقط بازی جمهوری اسلامیه، فقط بازی جمهوری اسلامیه. ویژی کردستان، زنده باد ایران. و الان فقط شادی کنین و مراقب باشین توی زمین اشتباه بازی نکنین. مراقب باشیم. کاری که چند سال پیش بهمون کردن تو همین تورنتو، گول خوردیم، رفتیم توی مراسمشون شرکت کردیم، بعد بهمون خندیدن و اون احساس کردن قدرت نمایی به خاطر حضور اوناست، نمیدونستن به خاطر ایرانه که ما میدیم. حواسمون باشه دیگه گول نخوریم. یه رهبر داریم، شاهزاده، منتظر دستور اونیم. تموم شد رفت. زنده باد ایران. آماده فرمان بده شاهزاده. تا خود کفن نشود این وطن نشود. پاینده ایران جاوید شاه. پاینده ایران جاوید شاه. کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی، کینگ رضا پهلوی. 46 تا خون دادیم، جوونمون رو دادیم، دخترمون رو دادیم، کوچیک بزرگمون رو دادیم، اما هیچ کس ندونست این اهریمن از پا در بیاره. اما اسرائیل این کارو کرد. غیرت داشته باشی، شلوغش کنی، غیرت داشته باشه. مالدارم با بختیاریم، با هم خونه حوالم، غیرت داشته باشید. ساکن خیلی هیچی نبود، غیرت داشته باشید. کشورتون رو پس بگیرید. بختیاری، لور، کرد، بلوچ، بلند بشید یک بار. ساکن میخواید ملت بکشید. ننگ بر جمهوری اسلامی، ننگ بر کفی، ننگ بر منافق، ننگ بر حرومزاده‌هایی که پرچم جمهوری اسلامی رو میارن بالا. این پرچم جمهوری اسلامی پرچم ما نیست. پرچم ما پرچم مقدس شیعه خورشیده. Happy birthday, Majid Reza. I know that you're looking at us. I know that you're happy. We are continuing your path. این مجال طلایی را از دست ندهید. ارتش کنار مردم. مردم کنار ارتش. این مراسمی که ما میگیریم فقط به خاطر دلگرمی به ایرانیان و اینکه با خودمون بیشتر در ارتباط باشیم. فرقی نمیکنه شما جمهوری خواهی، مثل من پادشاهی خواهی یا هر شکل دیگه، تا زمانی که ایشونو به عنوان تنها لیدر برای اینکه به حرف ایشون اتکا کنیم برای تغییر رژیم قبول داری، با مایی. هیچ فرقی نداره. فردای آزادی صندوق‌های رأی مشخص میکنه که شکل آینده حکومت چه شکلی بوده. زنده باد ایران. جاوید شاه.